چی باعث میشه افراد در دل بحران خلاقیتشون رو حفظ کنن؟ یه جوابی که به ذهن هیچ کس نمیرسه یا سوالی که به ذهن کسی نمیاد رو مطرح کنن؟ چطور میشه وسط مشکلات آروم موند و به راه حل فکر کرد؟ و حتی خیلی ظریف‌تر، اینکه در مقابل یک حرف بتونیم آروم بمونیم. اینها سوالات کلیدی هستند که چه در زندگی شخصی یا در کار و تجارت و مسائل اجتماعی در موقعیت‌های سخت برای آدم مطرح میشه و معمولاً بر حسب اینکه در کدوم جنبه بیشتر رشد کرده باشیم راحت‌تر میتونیم در اون موضوع یا جنبه خاص عمل کنیم. اما زندگی همیشه مسائل متنوعی برامون به وجود میاره که ما رو به سمت مرزهای دانایی و تجربهمون میبره، جایی که میگیم دیگه نمیدونم چی کار کنم و دیگه نمیدونم چطور انجام بدم. اینجاست که این سوالها یقه آدم رو میگیرن. در بین این سوالات بود که کتاب Out of Your Mind که میشه ترجمهش کرد ورای ذهن یا فراتر از ذهن از آلن واتس رو خوندم. در حقیقت نسخه صوتیش رو شنیدم و در بخشی از کتاب درباره ذهن توضیح میده. اونجا بود که خیلی موارد از جلوی چشمم رد شد، چون متوجه شدم تمرینات ذهن شیوهی هست که افراد برای هر نوع مسئله‌ای میتونن ازش استفاده کنن، چه سوالات فلسفی باشه، چه مسائل شغلی یا هنرهای رزمی. در همه اینها میشه از تمریناتی استفاده کرد که ذهن پیشنهاد میده و برای همین این قسمت درباره آموزه‌های ذهن هست. سلام، این پنجمین قسمت از پادکست گزیده‌های طلایی هست. پادکست گزیده‌های طلایی جاییه که مطالب کاربردی در زمینه توسعه فردی، مدیریت، تجارت، روانشناسی و فلسفه رو مرور می‌کنیم و عنوان این قسمت هست ذهن دیدن از نو. مثل قسمت‌های دیگه در این پادکست هم قرار نیست در مجموعه‌ای از اسم‌ها و تاریخ‌ها غرق بشیم، بلکه میخوام به اصل موضوع بپردازیم. اینکه این آموزه‌ها که تحت عنوان ذهن مطرح میشن چی هستن؟ حرف حسابشون چیه؟ چطوری سر از هنرهای رزمی در آوردن و اثرات اونها رو بررسی کنیم و ببینیم چه تمریناتی داره تا بتونیم در زندگی روزمره‌مون ازشون استفاده کنیم و از نتایج مفید این تمرینات بهره مند بشیم. چون در حقیقت هدف اونچه که امروز به اسم ذهن میشناسیم هم چیزی غیر از این نبوده و مجموعی از پیشنهادهای عملی رو با خودش ارائه میده و اونقدر ساده و مختصر هست که اگر مقدمه، سوالات خودم و چند خط از داستان کسی که این شیوه به اون منسوب هست رو حذف کنم، برای توصیف ذهن فقط یک جمله 2 کلمه‌ای بیشتر باقی نمیمونه که این هست: برو و ببین. بله، ذهن واقعا چیزی بیشتر از این هم نیست. حالا ببینید، اول به خود کلمش بپردازیم. ذهن یک کلمه ژاپنی هست به معنای مراقبه یا مدیتیشن. ذهن ترجمه کلمه چینی چان هست و چان هم ترجمه کلمه دیانا از زبان سانسکریت در هند که همشون همون مراقبه یا مدیتیشن هستن. یک تمرین برای متمرکز کردن ذهن، هوشیار موندن و آگاه بودنه. در حقیقت وقتی درباره ذهن صحبت میشه با 2 تا بحث سر و کار داریم. یکی خود عمل مراقبه هست و دیگری مکتب یا آموزه هایی که به این اسم معروف شده که در اون حالت گفته میشه بودیزم مکتب ذهن یا بودیزم شاخه ذهن یا ذهن بودیزم، چون برگرفته از آموزه های بوداست. یعنی اینکه در نهایت هدف از تمریناتش رو بیدار شدن فرد معرفی میکنه. منظور از بیدار شدن چی هست؟ یعنی آگاه شدن فرد به این که کی هست، چرا اینجاست و رابطش با کل هستی چیه. خود کلمه بودا یعنی کسی که بیدار شده و مهمترین روشی هم که این مکتب پیشنهاد میده همون مراقبه یا مدیتیشن هست که سابقش به خیلی قبلتر از بودا میرسه و خود بودا هم که شخصی هست به اسم سیددارتا گوتاما با همین مدیتیشن به بیداری یا آگاهی رسیده. این آموزش ها در قرن 6 میلادی به چین رفتن و 6 قرن بعدش یعنی در قرن 12 میلادی از چین به ژاپن، کره و ویتنام گسترش پیدا کردن. و خب چون ژاپن کشور پیشرفته‌ای شد، این اصطلاح و نسخه ژاپنی اون یعنی همین ذهن بیشتر مشهور شد. توجه کنید که ذهن به هیچ وجه یک عقیده یا مذهب یا یک دین نیست.
و کاری به اعتقادات افراد نداره و حتی درگیر تعریف سیستمی از پاداش و تنبیه هم نمیشه. یک جمله از یکی از استادان زن هست که میگه قبل از بیدار شدن هیزم میشکنی و از چاه آب میاری، بعد از بیدار شدن هم هیزم میشکنی و از چاه آب میاری. وعده‌ای نمیده که چی به دست میاری یا به چی میرسی. و همینطور درگیر تعیین سلسله مراتب استادی و شاگردی و پیروی از شخص و سیستم فکری خاصی هم نمیشه. یک جمله معروف از یکی از استادان زن هست که میگه اگر بودا رو در جایی دیدی بکشش. نه اینکه دعوت به خشونت باشه، بلکه همین که اصلاً درگیر استاد و شاگردی نیست که گاهی به شکل اغراق شده عنوان میشه. مکتب زن در حقیقت مجموعه‌ای از بینش‌ها و تمرین‌های عملی هست. برای همینم هست که توسط افراد و سیستم‌های حکومتی نتونسته به شکل یک فرقه یا مذهب در بیاد، چون با وعده و وعید کاری نداره و در خیلی از آموزش‌هاش حاوی مفاهیم متناقض هست که به دلیلش هم در ادامه میرسیم. زیربنای باور در زن این هست که هر فرد ابزار مورد نیاز برای حل مسائل خودش رو داره و با تمرین میتونه اونها رو پرورش بده و ازشون استفاده کنه و برای این کار کافیه که در درون خودش جستجو کنه. و به این منظور زن تمرین هایی رو پیشنهاد میده که مثل یک ابزار میشه از اونها استفاده کرد. به چه دردی میخوره این تمریناتش؟ به زبان ساده اینه که با انجام این تمرین ها میشه شفافتر فکر کرد، میشه دقیقتر مسائل رو دید، میشه از اضطراب و نگرانی جدا شد، کمی آروم شد تا راه حل مسائل به ذهن برسن. حالا مسئله یا سوال در هر حوزه‌ای میتونه باشه، چه در حوزه فلسفه یا در حوزه تجارت و سلامت جسم و روان یا حتی درباره هنر مبارزه تن به تن. حالا این تمرین ها چی هستن؟ تمام روش هایی که در زن پیشنهاد میشه همشون شکلی از مراقبه یا مدیتیشنن، مثل مدیتیشن یا مراقبه به حالت نشسته به زبان ژاپنی زازن، قدم زدن آگاهانه یا مراقبه در حال راه رفتن به زبان ژاپنی کینهین، و یک تمرین دیگه برای ذهن که مطرح کردن و فکر کردن به معماهایی که بر پایه تناقض طراحی شدن که به اونها کوان گفته میشه. توضیح بیشتر همه اینها رو هم در ادامه میدم، اما همش همینقدر ساده است. از اونجایی که در زن اصل موضوع آگاهی و بیداری فرد هست، خود شخص باید تصمیم بگیره و تمرینات رو انجام بده. دقیقاً مثل پرورش عضلات میمونه، مثل شعار شرکت نایکی که میگه just do it، فقط عمل کن. این که فرد به چی آگاه میشه و چه نتیجه‌ای میگیره کاملاً به خود اون شخص مربوطه. آقای شی هنگ یی، استاد مکتب شاولین، در سخنرانیش در تد داستانی رو تعریف میکنه که شخصی در پایین کوه بلندی خونه داشت و مدام تصور میکرد چشمانداز از قله اون کوه چه شکلی میتونه باشه و مدام از افرادی که در مسیر برگشت از قله بودن سوال میکرد شما از کدوم مسیر رفتی؟ راه چطور بود؟ و از اون بالا چی دیدی؟ و خب همه هم براش توضیح میدادن، تا اینکه بعد از چند سال این فرد با خودش میگه کلی اطلاعات درباره مسیرهای صعود داره و خیلی هم توصیف و تعریف از منظره بالای قله شنیده، پس دیگه اصلا چرا به خودش سختی راه رو بده؟ و در نهایت از رفتن به قله منصرف میشه. ایشون در ادامه صحبتش میگه شرحی که افراد میدن تجربه خودشون هست و تجربه شما ممکن اصلا چیز دیگه ای باشه و هر فرد باید شخصاً مسیر رشدش رو طی کنه. ذهن انسان میتونه از جهانبینی‌های مختلف، آیین‌ها و باورها ابزاری برای بازی‌های ذهنی درست کنه که پرداختن و غرق شدن در اونها با همه زیبایی و شگفتیشون میتونه انسان رو از کار اصلی که باید برای خودش انجام بده دور کنن. و مکتب زن خودش رو از درگیر شدن در این بحث ها دور نگه می‌داره و وارد دامی که ذهن برای اثبات موجودیتش میریزه نمیشه. در حقیقت چیزی که الان به اسم مکتب زن میشناسیم هم به همین دلیل به وجود اومد. برخلاف مکتب هایی که ممکنه بر متن های مقدس یا آیین های پیچیده متکی باشن،
یا تعداد زیادی اسم و اصطلاح و تفسیر در ادبیاتشون رایج باشه یا تاکید بر باور داشتن به فردی یا چیزی داشته باشن، ذهن بر سادگی، بازگشت به خویشتن و آگاهی و هوشیار بودن در لحظه حال تمرکز داره. حتی داستان کسی که این آموزش ها منسوب به اون هست هم تقابل همین سادگی با ساختار پیچیده مذهبی و سیاسیه. ذهن رو به راهبی از هند به نام بودیدارما نسبت میدن. داستان زندگیش در حالی از افسانه و روایت‌ها پیچیده شده. مردی با پوستی تیره و چشمان آبی که در قرن 6 میلادی زندگی می‌کرده و سیر و سلوکی تقریباً شبیه بودا داشته. اون هم از خانواده سلطنتی بود و تحت بهترین آموزش‌های زمان خودش قرار داشت تا روزی که یک راهب بودایی به پدرش میگه پسرت برای کاری فراتر از حکمرانی انتخاب شده و اینطوری بودیدارما قصر رو ترک میکنه و با راهب همراه میشه و تحت آموزش‌های اون قرار میگیره. در نهایت در مسافرت‌هاش سر از چین در میاره در زمان خاندان لیانگ و امپراتور وو. در اون زمان امپراتور وو علاقه زیادی به بودیسم داشت. معابد زیادی ساخته بود، هزاران راهب رو حمایت مالی می‌کرد و داده بود کتاب‌های زیادی رو از هندی به چینی ترجمه کنن و نسخه‌های نفیسی هم از اونها درست کرده بود. به زبان دیگه میتونیم بگیم برای اعتبار بخشیدن به حکمرانیش از بودیسم حمایت می‌کرد و ساختن معابد و تربیت راهبان همه زیر نظر اون و برای مقاصد حکمرانیش استفاده میشد و هر نوع مراسمی و آیینی در نهایت در جهت تکریم مقام امپراتور طراحی میشد. در یکی از همین مراسم به بودیدارما هم اجازه حضور میده تا مثل همیشه کمک بزرگوارانه‌ای بکنه و خودش رو هم با سوالات پیچیده فلسفی آماده کرده بود تا از این دیدار بهترین بهره رو ببره. اولین سوال امپراتور این بود: بگو ببینم جهان از چی ساخته شده؟ میتونیم تصور کنیم با چه اطمینانی این سوال رو پرسید. بودیدارما لبخند میزنه و میگه چه سوال احمقانه‌ای، یه چیز دیگه بپرس. قطعاً هیچ کس جرأت نداشت با امپراتور اینطور صحبت کنه. امپراتور با وجود تعجب و خشم باید وقارش رو حفظ میکرد. پس سوال بعدی رو مطرح کرد. خب پس بگو ببینم من از کجا اومدم؟ این بار بودیدارما حتی بلندتر میخنده و میگه این سوال که از اولی هم بدتره، یکی دیگه بپرس. قدرتمندترین مرد چین که همه باید از دانش و خردش تعریف کنن بهش گفته میشه سوالات احمقانه‌ای میپرسه. اما از اونجا که بودیدارما قصد توهین نداشت و در رفتارش مشخص بود، امپراتور وو ادامه میده: تو میدونی چه معابدی ساختم و چه خدمتهایی به بودا میکنم؟ بگو ببینم سرنوشت برای من چی در نظر گرفته؟ جواب میشنوه: هیچ. پس هدف نهایی چیه؟ حقیقت خالی بودن از همه چیزه. تو کی هستی که اینها رو به من میگی؟ بودیدارما جواب میده: هیچ کس. و از اونجا خارج میشه. اون به معبد کوچکی به نام شاولین میره. در زبان چینی شاو به معنای کوچک و لین به معنای جنگل هست. در متن‌های قدیمی اومده که در اونجا به مدت 9 سال پیوسته در مقابل دیواری میشینه و مراقبه میکنه. اینطور بود که برای سالها در این حالت دیده شد، در حالت مراقبه، یا به زبان چینی چان که چند قرن بعدش در ژاپن شد زن. اما آموزش هایی که بعد از 9 سال مراقبه شروع میکنه چیزی هستش که اثراتش تا به حال باقی موندن. بودیدارما متوجه میشه که راهبان در معبد شاولین به خاطر شیوه زندگیشون جسم ضعیفی داشتن، به راحتی بیمار میشدن و حتی نمیتونستن مدت زیادی مراقبه کنن. برای همین تمرین هایی رو بهشون آموزش میده
که پایه‌های کنگفوی شائولین شدن. ترکیبی از تمرینات بدنی و تمرکز، تنفس آگاهانه و حرکات قدرتی، حرکات نرمشی و ضربات کنترل شده. این تمرینات شامل 18 حرکت پایه هستند که برای تقویت عضلات و تاندون‌ها طراحی شده بودند و به همین اسم هم معروف شدند: تمرین تقویت عضلات و تاندون‌ها، یا به زبان چینی یی جین جینگ یا Muscle Tendon Change Classic که تا به امروز از این تمرینات استفاده میشه. تمریناتی که راهبان صلحجو رو میتونست به مبارزان قدرتمندی تبدیل کنه. اما هدف جنگیدن نبود. بودیدارما میگفت بدن معبد ذهنه و یک معبد ضعیف از هیچ چیز نمیتونه محافظت کنه. در اثر این تمرینات راهبان از نظر جسمی قوی تر شدن و وضعیت سلامتیشون بهبود پیدا کرد. تمرکزشون بالاتر رفت و راحت تر میتونستن مراقبه کنن و ذهنشون شفاف تر میشد. حالا نوبت قدم بعدی بود. زمانی که کنترل بر بدن افزایش پیدا میکنه، نوبت به کنترل ذهن و آزادی از اون میرسه. پرورش ذهن و بدن به یک اندازه مهم هستند. ذهن هم همانند عضلات باید ورزش و پرورش خودش رو داشته باشه. در زمان بودیدارما آموزش هایی که قرار بود برای رهایی ذهن انسان باشن، در بین حجم زیادی از مراسم، آیین‌ها، اعتقادات، کتاب‌ها و داستان‌ها و سمبول‌ها گم شده بودند و اینجا بود که به راهبان شائولین یادآوری کرد که حقیقت رو در روایت‌ها و آیین‌ها نمیتونین پیدا کنین، بلکه باید مستقیم به ذهنتون نگاه کنین. در کتاب‌ها دنبالش نگردین و در خارج از خودتون هم نیست. فقط بنشینین و ببینین کی هستین. ساده، مستقیم، عملگرا. ممکنه شنیده باشین که دعوت به دیدن یا درک بدون واسطه واقعیت. این یعنی چی؟ یعنی این که یک رویداد رو ما میتونیم در 3 سطح مشاهده کنیم. یکی با انتظارات، قضاوت‌ها و احساساتمون. یک سطح این که فقط ببینیم اون چه رو که اتفاق افتاده، جدا از ذهن و قلبمون. و سومین سطح این که یک رویداد رو در جریان پیوسته کل زندگی ببینیم. یه مثال، فرض کنید یه روز ناگهان بارون بیاد و غافلگیر بشین و کلی مشکل براتون پیش بیاد. برای شما ممکنه بدترین روز زندگیتون باشه و ناراحت بشین و برای یک کشاورز ممکنه بهترین روز زندگیش باشه و خوشحال بشه. این بهترین و بدترین، این خوشحالی و ناراحتی مربوط به وضعیت شماست و ربطی به اصل اتفاق نداره. مرحله دوم اینه که ببینیم داره بارون میاد. همین. چه به نفع ما باشه یا نباشه. رسیدن به همین مرحله ببینید که چقدر میتونه فرد رو آروم کنه. و فراتر از این مرحله اینه که بتونیم این بارش بارون رو در ارتباط با حیات روی زمین و اکوسیستم ها ببینیم. این حالت چیزیه که معمولاً خیلی دیر به درکش میرسیم و تمرین‌های ذهن برای آزاد کردن ذهن و رسیدن به چنین بینشی هست. تمرین‌هایی هم که ذهن پیشنهاد میکنه تا ذهن رو از الگوهای فکری و قالب‌هایی که طی سالها به وجود اومده آزاد کنن، اینها هستن. اولیش همون مدیتیشن یا مراقبه به صورت نشسته یا زازن که اصلی ترین تمرین محسوب میشه و هدفش رها کردن قضاوت‌ها، مشاهده افکار، توجه به تنفس هست. بدون اینکه قصد رسیدن به چیزی داشته باشین، بدون هدفی برای رسیدن، بدون انتظار برای هیچ چیز. یکی از اهداف این تمرین درک تفاوت غرق شدن در افکار و مشاهده افکار هست. این مهمترین تمرین برای رسیدن به بیداری معرفی میشه. دومین تمرین کینهین یا راه رفتن آگاهانه. راه رفتن بسیار آهسته با توجه کامل به اطراف و اونچه که در بدن به هنگام تنفس و عضلات اتفاق میفته. تیک نات هان، راهب اهل ویتنام، درباره این تمرین میگه طوری راه برین که انگار هر قدمتون بوسه‌ای بر زمین هست
کتاب ایشون با عنوان هر قدم آرامش هست به فارسی ترجمه شده و یک جمله معروف دیگه هم در این مورد داره که میگه مردم راه رفتن روی آب رو معجزه میدونن، اما معجزه واقعی اینه که با آگاهی و آرامش بر زمین قدم بگذاری. این تمرین مکمل مراقبه به حالت نشسته است و هدفش انتقال تمرکز و حضور کامل از حالت نشسته به حالت حرکت و در نهایت به کل زندگی روزمره هست، به طوری که تمام کارهایی که در طی روز انجام میشه میتونه به شکل مراقبه و افزایش آگاهی از لحظه حال در بیان. وقتی راه میری راه برو، وقتی غذا میخوری غذا بخور. در مصاحبه خانم اپرا از تیک نات هان میپرسه شنیدم خوردن یه نارنگی برای شما نیم ساعت زمان میبره و اون هم توضیح میده که بله، وقتی این عمل به یک مدیتیشن یا مراقبه تبدیل میشه همینقدر هم طول میکشه. از بررسی ظاهر نارنگی تا عطر پوست، بافت داخل میوه و در نهایت تمام احساسی که از لحظه گاز زدن تا انتهای میل کردن این میوه به شما دست میده رو اگر دقیق بررسی کنین همینقدر زمان میبره. و در نهایت تمرین ذهنی با استفاده از سوالهایی که بر پایه تناقض شکل گرفتن که بهشون کوان گفته میشه و در زبان چینی گونگ آن. برای مثال صدای دست زدن با یک دست چطوره؟ یا اینکه قبل از به دنیا اومدن پدر و مادر چهره بچهشون چه شکلیه؟ یا اینکه ذهنت رو نشونم بده کجاست؟ کوانها معماهایی نیستن که با تحلیل منطقی حل بشن، بلکه ابزاری برای متوقف کردن ذهن منطقی هستن، برای اینکه ذهن از قالب‌های تکراری خودش خارج بشه و خارج از قضاوت‌ها و منطق معمول فکر کنه تا فرد بتونه در نهایت ذهن خودش رو از دور مشاهده کنه. دوگن زنجی، کسی که این آموزش ها از طریق اون به ژاپن میره و اسم زن هم از اونجا میاد، جمله‌ای داره که میگه راه اصلی در نهایت رسیدن به خود هست و برای شناختن خود باید خویشتن رو فراموش کرد. یه دلیلی که در تعاریف و روایت هایی که از استادان زن موارد متناقض و گاهی وقتها بی ربط یا به شکل طنز دیده میشه، بخشیش مربوط به کوانها و این تمرینات برای تحریک ذهن هست. برای رشدی هستش که فرد طی این تمرینات کسب میکنه. فرایندش رو به این شکل تعریف میکنن: در مواجهه با این تناقض‌ها و دست برداشتن از تفسیر منطقی، ذهن رها میشه یا به بنبست میرسه، اما یک بیننده داره همه این اتفاقات رو مشاهده میکنه و زمانی که فرد متوجه این مشاهده‌گر میشه که خود واقعیش هست، خودی که فراتر از ذهن هست، اون موقع هستش که بیداری اتفاق میفته. در ذهن دو نوع بیداری تعریف میشه یا گزارش شده که برای هر کسی ممکن اتفاق بیفته. یکی بیداری ناگهانی و گذرا که به اون کنشو میگن و یکی هم بیداری پایدار که به این حالت ساتوری میگن. اما سوال اصلی اینه که افراد به چی آگاه میشن و چه حقیقتی از هستی رو میبینن. برای نمونه لازم نیست در تاریخ دور یا افسانه ها دنبالش بگردیم. نمونه گزارش این دو نوع بیداری رو میشه در صحبت‌های دو نفر دید. یکی صحبت‌های آقای جیم کری، بازیگر، که در یکی از سخنرانی‌هاش که در یوتیوب هم هست از این بیدار شدن ناگهانی به هنگام مراقبه صحبت میکنه. زمانی که از خودش میپرسه اون کیه که داره این افکار و احساسات رو تجربه میکنه و اونجاست که حالتی از آگاهی رو تجربه میکنه و شرح میده که چی مشاهده کرده و اون حالت بعد از مدتی از بین میره و همچنان سعی میکنه به اون بینش برسه. و آقای ویم هوف، معروف به مرد یخی و رکورددار شنا کردن در زیر آبهای یخ بدون تجهیزات، ایشون در کتابش با عنوان روش ویم هوف اشاره میکنه که بعد از چند بار تجربه بیدار شدنهای ناگهانی در طی سالها تمرین به وضعیتی از آگاهی میرسه که بهش میگه جایگاه شاهد یا مشاهده‌گر. یک دلیل این که ذهن وارد بحث‌های طولانی درباره بیداری و آگاهی نمیشه، همین شرح بیدار شدنی هست که افراد ممکنه تجربهش کنن. شرحی که افراد مختلف از این بیدار شدنشون میگن مجموعه ای از مفاهیم مانند احساس عشق، سرمستی، آگاهی کامل، دیدن کمال در همه چیز، حس یکی بودن با هستی و لیست بلند بالایی از این جنس هست.
اما در شرحی که آقای ویم هوف در کتابش میگه این هستش که در نهایت این حالت یک جور تجربه حسی چند وجهیه که در قالب کلمات نمیشه اون رو توصیف کرد و دقیقاً به همین دلیل در ذهن تلاشی برای شرح مفصل یا تعیین استاندارد یا شاخصی برای بیداری نمیشه. اما کوچکترین قدم‌ها و انجام هر تمرینی رو تشویق میکنه. دوگن زنجی میگه همین که آروم بشینی خودش مراقبه است و قدم رو برداشتی. به هر حال این مسیری که هر فرد خودش باید تصمیم بگیره طی کنه و از کوه بالا بره. اما سوال هستش که افراد بعد از بیداری و این تمرینات چه تغییری میکنن؟ معمولاً دربارشون اینطور میگن اینکه افراد جریان تغییر رو در همه چیز میبینن. اینکه افراد متوجه میشن چیزی که به عنوان هویتمون در نظر گرفتیم فقط مجموعی از افکار، خاطرات و احساسات گذرا هستن. و اینکه فرد خودش رو جدا از بقیه هستی نمیبینه. گفته میشه کسانی که این آگاهی رو تجربه میکنن آرومتر و سبکتر میشن. مهربانی و همدردی در اونها رشد میکنه. خلاقتر و انعطاف پذیرتر میشن چون درگیر الگوهای سخت ذهنی نیستن. ساده تر میشن، کمتر قضاوت میکنن. آرام اما پر انرژی هن. و زندگی در لحظه براشون بسیار مهمتره و اهمیت گذشته و آینده براشون کمتر میشه. و کنجکاو باشیم که بدونیم داستان بودیدارما چطور تموم شد یا بعدش چه اتفاقی براش افتاد و چی کار کرد و کجا رفت. واقعیت اینه که داستان رفتنش هم در بین افسانه ها گم شده و شاید یک داستان استاد زن هم باید اینطوری تموم بشه. چون سوال اصلی این نیست که اون کجا رفت، بلکه مسئله اصلی اینه که شما کجا میخواید برید. اینجا گزیده های طلایی و بنده سهراب نوربخش. امیدوارم مورد استفاده قرار بگیره و موفق باشید.